به نام خدا که رحمتش بی اندازه است و مهربانیش همیشگی. همه ستایش ها ویژه خدا پروردگار جهانیان است. رحمتش بی اندازه است و مهربانیش همیشگی. تنها او فرمانروای روز پاداش و کیفر است. پروردگارا، فقط تو را می پرستیم و در همه امورمان تنها از تو یاری می خواهیم. ما را به راه راست راهنمایی کن، راه کسانی که نعمتهای مادی و معنوی را عطایشان کردی، که نه بر آنان خشم گرفتی و نه گمراهند. به نام خدا که رحمتش بی اندازه است و مهربانیش همیشگی. الف لام میم. در وحی بودن این کتاب با عظمت هیچ تردیدی نیست. همه آیاتش راهنمای پرهیزکاران به سوی سعادت دنیا و آخرت است. آنان که غیب را باور دارند و نماز را با شرایط ویژه‌اش می‌خوانند و از هر نعمت مادی و معنوی که روزی آنان کرده ایم در راه خدا هزینه می‌کنند و به آنچه بر تو و به آنچه پیش از تو نازل شده ایمان دارند و اینانند که به آخرت یقین دارند. آنانند که از سوی پروردگارشان بر بلندای هدایتند و آنانند که بر موانع راه سعادت پیروزند. مسلماً برای منکران حقایق که بر انکارشان پافشاری می کنند مساوی است که از عذاب دوزخ هشدارشان دهی یا ندهی. قطعاً ایمان نمی آورند. خداوند به کیفر انکارشان بر دلها و گوششان مهر عدم فهم حقایق زده و بر چشمهای قلبشان پرده ضخیمی است که مشعل هدایت را نمی بینند و برای آنان عذاب بزرگی است. برخی از مردم که منافقند میگویند ما به خدا و روز قیامت ایمان آوردیم، در حالی که مؤمن نیستند. به گمان باطلشان خداوند و مؤمنان را مورد نیرنگ قرار میدهند، در حالی که جز به خودشان نیرنگ نمیزنند و زیان این نیرنگ را نسبت به خود درک نمی کنند. در دلهایشان بیماری سختی از نفاق و دشمنی با خدا و پیامبر است. پس خدا به کیفر انحرافشان بر بیماری دلهایشان افزود و برای آنان به سبب آنکه همواره دروغ می گفتند عذاب دردناکی است. چون به آنان گویند در زمین تبهکاری و فتنه انگیزی نکنید، میگویند فقط ما در مقام اصلاح گری هستیم. آگاه باشید خود اینان اهل تبهکاری و فتنه انگیزی اند، ولی این مسئله را نمیفهمند. چون به آنان گویند شما هم آنگونه که دیگر مردم ایمان آوردند ایمان آورید، میگویند آیا ما نیز مانند ابلهان ایمان آوریم؟ آگاه باشید یقینا خود اینان ابلهند، ولی از شدت کوردلی به ابلهی خود آگاه نیستند.